بریم چند تا حرکت خفن برای ساعدت بگم که ساعدت رو منفجر میکنه. حرکت اول با هالتر ایزد مچ عکس تا آخر میای آروم برمیگردی. هر چند تا که زدی آخرش فقط نیمه بالا میزنی. حرکت بعدی 2 تا دنبل سنگین برمیداری، قدم میزنی، یه انقباض ایزومتریک تو عضلات ساعد ایجاد میکنی. گروهی از عضلات ساعد هستن که روی ساعد قرار دارن، این کارو برای ما انجام میدن. ببین برای تقویتشون میتونی از این حرکت استفاده کن. دو دیگه از عضلات ساعد هستن که این کارو انجام میدن. ببین و قسمت کناری ساعد قرار دارن. یه گروه دیگه از عضلات ساعد هستن که کار چرخش ساعد رو انجام میدن. پس این حرکت میتونه تو تقویتشون خیلی موثر باشه. اگه پست برات مفید بود لایک کن و بفرست برای اون رفیقت که میخواد ساعداش رگدار و حجیم باشه. چاکریم.